مایون عزیزانی که این لحظه ها مورد تماشا دارند شهلا گلخوجه هستم در روبروی شما و آماده به آنکه سرخط خبر و گزارش‌های مهم رو به سهم شما برسانم و باوری داریم که در چند دقیقه که من با شما صحبت میکنم ما رو همراهی خواهد کرد تا بدونید که در تاجیکستان و جهان امروز جمعه چی میگذرد. ساعت به وقتی پراگ 7 کم 10 است و من حالا شروع میکنم از خبرهای مهم تاجیکستان. خوشحالی به پایان رسید، مقررات نو جاری شد. ازبکستان چند روز به این طرف در وارد کردن مال از تاجیکستان محدودیت رو اندازی کرده است. اکنون تنها 10 کیلو محصولات برای یک نفر ممکن است. اگر از این بیشتر باشد باید باج گمرکی سپارند. مقررات نو به کار تاجران چی تاثیر کرده است و عموما حالا رفت آمد در مرز چگونه است؟ همکاران ما در یک گزارش به شما پیشنهاد خواهند کرد، چون به واسطه در مرز بودند و با مردم هم صحبت داشتند. شیفر در مود نیست بمبپوش ها رو عوض کنند. مقامات رسمی در تاجیکستان به رئیسان شهر و نویه ها دستور دادند که بام خانه ها را یک رنگ نمایند. فرض کردیم باید بام یا سرخ باشد یا سبز و یا یگان رنگ دیگر. این هم در حالی که اکثر اهالی تاجیکستان در دهات زندگی میکنند و تا یک 10 سال پیش منزل‌های خیش را با بامپوش شیفری میپوشاندند. حالا با بامپوش های تنوکگی چینی برتری میدهند، اما بام خانه ها یک رنگ نیست و مقامات بر این نظرند که یک رنگ نبودن بام ها زیبایی شهر و دهات رو میکاهاند. حکومت افغانستان برای به اعتدال آوردن وضع در کشور کوشش دارد. حتی یک هیئت را به این هدف به ولایت فاریاب فرستاد. مرکز این ولایت چند روز اخیر مکان درگیری میان نیروهای حکومتی با جانبداران نظام الدین قیصری نماینده عبدالرشید دوستان بود. روی روز معلولان که 8 ای تجلیل می شود نگاه میاندازیم به زندگی این قشر. از جمله درباره دختری نابینا برای شما قصه میکنیم که با تلاش‌هایش توانست هم تقدیرانش را گرد هم بیارد و آنها را از تحصیل خانگی به مکتب جلب کند. خود این دختر آموزگار است و میگوید هدفش حفظ حقوق نفرانی به مثل خودش می باشد. ضمناً تا به حال افراد امکاناتشان محدود در تاجیکستان از نقض حقوق خود از جمله برای تحصیل و کار شکایت میکنند. یادی از مومن قناعت در دوشنبه در محفل خاصی از شاعر شناخته و توانای تاجیک مومن قناعت یادآوری کردند. این شاعر برجسته 2 ماه پیش بر اثر بیماری طولانی درگذشت و شما در برنامه خبری میتوانید گزارش را در رابطه با مراسم یادبودی که محفل یادبودی این شاعر تماشا کنید. و خبر گزارش‌های دیگر نیز داریم که باوری دارم بعد از 3 ساعت دیگر وقتی ما رو در برنامه خبری همراه بودید حتما خواهید دید و نظر و اندیشه هایتان را نیز فراموش نکنید که به ما بنویسید. سامانه ما www.azadi.org است و برنامه ما طریق پخش مستقیم در آزادی ویدیو کانال مخصوص ما در یوتیوب پیشنهاد شما میشه.